من می‌خواستم برم رشته موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. یه دونه CD آموزش افتر افکت و یه دونه CD آموزش پریمیر گرفتم که خب دیدم و واقعا هیچی هم ازش متوجه نشدم. نمیدونم چی شد که تصمیم گرفتم بیام جلو دوربین و تقریبا میشه گفت از زندگی هنریم بگم. بس برگردیم به بچگی، بعد کم کم بیام جلو. یعنی ما یه ضبطی داشتیم که نوار میخورد، حالا نمیدونم خیلیاتون شاید نوار ندیده باشین، نوار کاست میخورد و 2 تا نوار کاست میخورد. رو اولیه میتونستی پلی کنی و روی نوار خام رو دومیه بیای چیکار کنی، بیای ضبط کنی. یه دکمه ای هم داشت که کارو اوکی میکرد. یعنی چی؟ یعنی صدای خواننده رو تا حدودی ضبط میکرد. منم از اون بچگی عاشق کارهای هنری این داستانا و اینا بودم. یادم آهنگای سندی رو میذاشتم پلی میکردم رو اون اولیه و اون دکمه رو میزدم و یه میکروفونی هم میخورد، تو اون میکروفونه میخوندم و ضبط میکردم روی در واقع نوار دوم. گذشت و موقع انتخاب رشته شد، یعنی زمان هنرستان، خیلی علاقه عجیب غریب به هنر و به موسیقی و این داستانا داشتم. یادم اون زمان ما دوم هنرستان انتخاب رشته میکردیم. من میخواستم برم رشته موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. رفتم و به یه دلایلی نتونستم ثبت نام کنم. بعد یه سال زودتر میرفتم اونجا و کاری نداریم نشد و به جبر اومدم رفتم یه هنرستان یه رشته مهندسی و همون رو ادامه دادم. ولی در کنار این درس خوندن عاشق موسیقی بودم و اون زمانم بحبوحه رپ بود و همه دوست داشتن رپ بخونن و این داستانها. منم هی دنبالش بودم و برو آموزش ببین، نمیدونم رفتم آموزش آهنگسازی و تنظیم کنندگی و میکس و مستر دیدم و سیستم خریدم و کارت صوتی خریدم، میکروفون خریدم و یه استودیو خونگی هم برای خودم تو مثلا 3-4 سال آیندهش 2-3 سال آیندهش درست کردم. عاشق موزیک و حالا بچه‌ها می اومدن ضبط می‌کردن، موزیکا خودمون رو ضبط می‌کردیم، تنظیم می‌کردم، آهنگسازی می‌کردم و از اون طرف درسم داشتم ادامه میدادم دیگه. اون زمان خیلی موزیک ویدیو می اومد و موزیک ویدیو ترند شده بود و اینا. من همیشه به خودم گفتم که وای چقدر اینا خفنه و من می‌خوام یاد بگیرم و خیلی هم موزیک ویدیو ساختن دوست داشتم. حتی یادمه که اومدم رفتم، خب موقع یوتیوبی تقریبا وجود نداشت، اینترنت ها تازه از حالت دایالاپ اومده بود رو ADSL و سرعت بالاتر و اینا. رفتم پاساژ طالقانی اصفهان و یه دونه CD آموزش افتر افکت و یه دونه CD آموزش پریمیر گرفتم که خب دیدم و واقعا هیچی هم ازش متوجه نشدم و با اون سیستمی هم که من داشتم که اصلا چون گرافیک نداشت به درد این کار نمیخورد. آره همیشه تو فکرم بود که موزیک ویدیو بسازم و خیلی خفنه و ساختن موزیک ویدیو رو دوست داشتم بیشتر از اینکه خودم جلوی دوربین باشم دوست داشتم. گذشت و هنرستان تموم شد و همون رشته رو من دانشگاه ادامه دادم و تقریبا تا فوق لیسانس هم خوندم دیگه و در کنارش هم همینطوری هنر رو ادامه دادم. مثلا من اگه آشپزی رو بشه جزو هنر رو حساب کرد، آشپزی رفتم یاد گرفتم، یه تایمی آشپزی کردم. عاشق بازیگری بودم، به صورت آکادمیک رفتم بازیگری رو ادامه دادم، آموزش دیدم، کارگردانی تئاتر رو آموزش دیدم و کار کردم حالا پیش اساتید اصفهان و یه تایمی هم خب تئاتر رو کار کردم. از اون طرف ما یه سری از دوستانی داشتیم که اینا کار سینما هم می‌کردن. لطف داشتن به منم سر پروژه ها می‌بردن. از یه جایی به بعد دیگه حالا سر پروژه های سینمایی، فیلم کوتاه، نماهنگ تلویزیونی و اینا من به عنوان دستیار کارگردان بودم و کارهای زیادی کردم. گذشت و نگاه کردم دیدم که خب ما تو اصفهان واقعا این داستان اونقدری درآمد نداره. سینما تو اصفهان حداقل برای من اونقدری درآمد نداشت که بتونم توش وایسم و دوباره بعد از این همه کار هنری کردن و این داستان ها اومدم بیرون و به ذهنم خورد که من عکاسی هم خیلی دوست دارم، فیلم برداری هم خب دوست دارم، قبلا خیلی عاشق موزیک ویدیو بودم و این داستان ها. رفتم و به بابا گفتم که من میخوام برم کلاس عکاسی. کلاس عکاسی هم اون موقع دوربین میخواست. منم فکر میکنم درسم یا تازه تموم شده بود یا هنوز تموم نشده بود، کارم نمیکردم. بابا هم برگشت به من گفت ببین تو 1000 تا کار هنری کردی، همشو ول کردی، بعد اومدی گفتی درآمد
نداره، آینده نداره، فلانه، برو بچسب به زندگی، بیا پیش خودم کار کن و ولش کن این داستانا رو. گفتم نه، من دیگه این واقعا میخوام برم دنبال این و این، حداقل میدونم درآمد داره و هیچ وقت نه به من نمیگه، همیشه هم حمایتم کرده. بهم گفت که این آخرین کاریه که من میذارم انجام بدی و اگر از این اومدی بیرون دیگه باید بیاری وایسی یه جا، یا تو رشته‌ت سر کار یا اینکه بیای پیش خودم کار کنی. و گفتم اوکی و کمک کردیم و یه دوربین عکاسی گرفتیم و تو فنی حرفه‌ای اصفهان من رفتم پیش استاد مصطفی مجیدی برای کلاس عکاسی. 2 دورم اونجا کلاس عکاسی بود و خیلی هم علاقه‌مند بودم نسبت به خیلی از بچه‌ها، دنبالش بودم و بعد می‌خواستم، خب برای درآمد رفته بودم دیگه، می‌خواستم بعدش هم کار کنم و این طرف بگرد یکی رو پیدا کن که مثلا برم پیشش کار کنم یا برم کارآموزی این داستان و اینا. کلاس عکاسی منم تموم شد و گشتم و یه آقایی رو پیدا کردم که اون موقع آتلیه عروس داماد داشت به اسم آقای جلال احمدی. رفتم دم دفتر اونو، فکر می‌کنم یک هفته واقعا بس نشستم دم دفترش، چون کارآموز نمی‌خواست، به اندازه کافی اون موقع کارآموز داشت. سر یه داستانایی قبول کرد من برم اونجا و اونجا شروع کردم کارآموزی. خدایی هم پیش جلال خیلی چیزا یاد گرفتم، نورپردازی رو به صورت حرفه‌ای یاد گرفتم، کار تبلیغاتی یاد گرفتم، تو عکاسی چه تو فیلم برداری خیلی چیزا، حتی توی ادیت، با اینکه یه مقدار خودم شروع کرده بودم پریمیر کار کردن، ولی اونجا هم توی ادیت خیلی یاد گرفتم. و یه بحثی هم این بود که من برای چی رفتم مثلا پیش جلال که آتلیه عروس داماد داشت، چون که خیلی دوست داشتم کار عروس داماد و هیچی راجبش نمیدونستم. اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم و بعدم که اومدم بیرون، اومدم تو بازار کار آزاد و شروع کردم کار کردم. بیشتر هم اون زمان کار تبلیغاتی و موزیک ویدیو و این داستانا می‌کردم که خب البته الانم انجام میدم. کم کم سر یه داستان‌هایی سوق داده شدم به سمت ودینگ. اول ادیت ودینگ رو شروع کردم و بعد تصویربرداری در کنارش و بعد 1-2 تا در واقع ورکشاپ آپدیت رفتم و خودم رو رسوندم به یه حدی تا الانی که خب دیگه حالا اگر بشه گفت یه تصویربردار و ادیتور حرفه‌ای شاید باشم و یه درآمد خوبی از این داستان دارم. چی شد که اصلا اینو تعریف کردم نمیدونم، گفتم نمیدونم دوربین روشن کردم گفتم بذار اینا رو بگم. خیلی بچه‌ها میپرسن ازم، همکارا، که چه جوری اومدی، یا تا مثلا میفهمن مدرک تحصیلیم چیه، خیلی وقت عروس دامادا میفهمن مدرک تحصیلیم چیه، میپرسن که خب از اینجا چی کار میکنی. و این داستان رو حالا بارها و بارها شاید برای خیلی تعریف کردم، شاید یه جذابیتایی داشته باشه برای بچه‌هایی که میخوان بیان دنبال هنر. همینطور هنر یک کرمی داره به قول گفتنی که نمیتونی ازش دل بکنی. من خیلی این شاخه به اون شاخه شدم ولی همه داخل هنر و الان دارم از ادیت فیلم و تصویربرداری در واقع درآمد کسب میکنم، ولی آخرش دارم از هنر این کارو میکنم و خیلی پستی بلندی داره. یه اشتباهی که شاید من کردم، یا شاید اسمش اشتباه نشه گذاشت چون اون موقع مدرسی نبود، این بود که من به صورت خودآموز اکثر چیزها رو یاد گرفتم. ادیت فیلم رو به صورت خودآموز یاد گرفتم، خیلی چیزای تصویربرداری رو به صورت خودآموز یاد گرفتم و این باعث شد که اگر قراره مثلا من توی 2 سال یه ادیتور حرفه‌ای بشم، توی 4 سالی اتفاق افتاد. اگر که کسی بود یا من حداقل کسی رو میشناختم که برم دنبالش و کار کنم با اونها، کلاس بگیرم، خیلی سریعتر این اتفاق میافتاد که البته خدا رو شکر الان هم خیلی سریع اتفاق افتاد. یعنی من فکر میکنم عملاً به صورت حرفه‌ای 5-6 ساله که اومدم تو این شغل و حالا به این جایگاهی که الان هستم رسیدم، خدا رو شکر. البته یه چیزی بگم، خیلی پیشینه‌ای که داشتم بهم کمک کرد. یعنی وقتی که من کار موزیک میکردم، خب من ریتمو میشناسم، توی نمیدونم کات زدن موزیک همینطور میفهمم که چه تصویری مال چه موزیکیه، به خاطر اینکه موزیک کار کردم. از اون طرف به علت اینکه کارگردانی کار کردم، ریتم و تمپو رو میشناسم. خیلی از چیزایی که توی تجربه توی پروژه‌های سینمایی کسب کردم خیلی کمکم کرد که الان به صورت علمی دارم ادیت حداقل میزنم یا تصویر میگیرم تا حدودی اندازه خودم. اینا خیلی بهم کمک کرد که زودتر رشد کنم، به جای مثلا یه تایم 15 ساله توی تایم 5-6 ساله رشد کنم. و همین. آره خیلی نمیدونم، شاید براتون باحال باشه، گفتم بعد 1 سال بشینم جلوی دوربین و یهو هم تصمیم گرفتم، فکر کنم یه نیم ساعت پیش تصمیم گرفتم و اینو براتون بگم، شاید برای بچه‌هایی که میخوان بیان تو هنر جذاب باشه. مرسی ازتون. اگر که تا الان ویدیو موندین، مرسی که گوش کردین.